سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز. باز هم خوش آمدین به یوتیوب چنل ما. مصطفی احمدی هستم از چنل ایز انگلیش کلاس و یک دوره آموزش مکالمه در 30 روز را تشکیل دادیم. قرار است که در این 30 روز از صفر شروع کنیم مکالمه انگلیسی را و همینطور قرار است که به پیش بریم. و دیگه ای که دوستای عزیز، در هر ویدیو قرار است که 30 تا 50 تا جمله را ما یاد بگیریم که اگر میانگین میگیریم 40 تا جمله. در آخر این جلسات 1200 تا جمله را ما یاد میگیریم. این دوره مناسب چه کسایی است؟ این دوره مناسب کسایی هستند که سطح انگلیسیشون مبتدی یا متوسط باشن، یعنی کسانی که نوآموز هستن میخواین انگلیسی را صفر شروع کنن. برای اینها مناسب است. برای کسانی که مثلا الفبای انگلیسی را بلد باشن یا چند تا چیز دیگه درباره انگلیسی بفهمن، برای آنها خیلی مفید است که اگر در جای یا کورسی برود حداقل 1-2-3 لول بالاتر ارتقا میکنن. و دیگه ای که دوستای عزیز، هر ویدیویی را که شما از این دوره را میبینین باید اینها را همراه خودتان یا همراه دوست، فامیل یا هر کسی که هست همراه از اونا کار کنین تا بهتر و خوبتر یاد بگیرین. و دیگه ای که دوستای عزیز، یک خواهش دارم ازتان که چنل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما لایک و برای دوستانتان هم شیر کنین، اونا هم بین از این دوره آموزشی مستفید شوند و بتونن که انگلیسی خود را قوی تر و بهتر بسازن. و بدون معطلی ویدیو را شروع کنیم. اولین درس از این دوره. در قدم نخست دوستای عزیز، ما میخواییم که درباره خودمان صحبت کنیم و بگیم یا مثلا خود را معرفی کنیم. یا مثلا میگیم که من در انگلیسی میشه I یعنی من. اگر بگیم که من هستم میگیم که I am. اگر این را مخفف کنیم، چون در مکالمه ما میگیم که سریعتر تلفظش میکنیم، میگیم که I am. مثلا میگیم که من مصطفی هستم، میگیم که I am مصطفی. خب بریم که چند تا چیز دیگر هم درباره I یاد بگیریم. مثلا میگیم که من یک معلم هستم، شغل. I am a teacher. دوستای عزیز، I am نمیگیم، I am a teacher، مخفف کردیم. مثال بعدی میگیم که من یک دکتر هستم. I am a doctor. من یک دکتر هستم. میگین که من یک خانم خانه‌دار هستم. میگین که I am a housewife. من یک پرستار هستم. I am a nurse. دوستای عزیز، لغتایی که برایتون مشکل است اونا رو میتونین در کتابچه هایتون نوت کنین که از یادتون نره. میگین که من ناراحت هستم. I am sad. من ناراحت هستم. اینجا دوستای عزیز کلمه ای را استفاده نمی کنیم، چون که در بخش صفت ما کلمه را استفاده نمیتونیم. در شغل اینا استفاده میکنیم ولی بر صفت نمیشود. میگیم که I am sad. من ناراحت هستم. میگین که من همراه علی هستم. چه رقم میگیم؟ I am with Ali. من همراه علی هستم. with همراه بودن را معنی میده. خب بریم دوستای عزیز اینا را به منفی تبدیل کنیم. چطور منفی از اینا رو بگیم؟ که مثلا میگیم که من ناراحت نیستم. تبدیل در منفی میکنیم.
فقط یک کلمه not را اضافه میکنیم در این جمله. میگیم که I'm not sad. I am not sad. کلمه not را اضافه کردیم، جمله منفی شد. من ناراحت نیستم. I'm not sad. من همراه علی نیستم. I'm not with Ali. I'm not with Ali. من همراه علی نیستم. من موافق نیستم. I'm not agree. I am not agree. من موافق نیستم. I'm not agree. من دکتر نیستم. I'm not a doctor. I'm not a doctor. دیدین دوستای عزیز اینجا کلمه ای را باز اضافه میکنیم چون که بحث شغل میشه. I'm not a doctor. حالا بیایم که درباره طرف مقابل صحبت کنیم. طرف مقابل یا شما را میگه you. You. اگر بگیم که شما هستین میگیم که you are. You are. مخففش میشه you're. 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 و بگیم که شما مثلا نیستید. You are not. You are not. You're not. مخففش میشه you're not. You're not. ای منفیش بشد دوستای عزیز. و حالا بریم مثالایش رو ببینیم که چه رقم است. تو یک دهقان هستی یا شما یک دهقان هستین. You are a farmer. You are a farmer. farmer دهقان دوستای عزیز. You are a farmer. تو ناراحت نیستی. You're not sad. You're not sad. تو ناراحت نیستی. تو مهربان نیستی. You're not kind. You're not kind. kind مهربان میشه دوستای عزیز. You're not kind. تو خیلی زیبا هستی. You're very pretty. You're very pretty. pretty زیبا معنی میده. You're very pretty. تو یک ستاره شناس هستی. You're a astronomer. You're a astronomer. تو یک ستاره شناس هستی. astronomer دوستای عزیز ستاره شناس می شود. You are یا you're a astronomer. خب دوستای عزیز حالا بیاییم که همین جملات را تبدیل به سوالی کنیم. جملات سوالی. مثلا از یک شخص پرسان میکنی. چطور پرسان کنیم در انگلیسی؟ میگیم که آیا شما معلم هستید؟ جای you و are را تبدیل میکنیم. میگیم که are you a teacher? Are you a teacher? آیا شما معلم هستین؟ Are you a teacher? جوابش میشه مثلا Yes I am. Yes I am. بله من هستم. یا میگیم که نه خیر من نیستم. No I'm not. No I'm not. نه خیر من نیستم. مثال بعدی آیا تو قهر هستی؟ Are you angry? Are you angry? آیا تو قهر هستی؟ جوابش میشه Yes I am. Yes I am. بله من هستم. Yes I am. نه خیر من نیستم. No I'm not. No I'm not. نه خیر من نیستم. خب بریم دوستای عزیز از نفر پرسان کنیم که چند ساله هستی؟
چند ساله را به انگلیسی میگه how old. how old. حالا بگیم که چند ساله هستی. How old are you? How old are you? How old are you? چند ساله هستی؟ من 20 ساله هستم. I'm 20. I'm 20. من 20 ساله هستم. میگیم که شما 17 ساله هستین. You're 17. You're 17. ای کوتاهش میشه اگه درست‌ترش کنیم جمله رو میگیم که You're 17 years old. You're 17 years old. ای درازش شد. تو 17 ساله هستی. خب بیایم دوستای عزیز که درباره دیگه کس صحبت کنیم. مثلا او مرد، او خانم، اینها را. او مرد را یا مرد را میگن که he. خانم را میگه she. این کلمات را دوستای عزیز به جای اسمشان استفاده میکنه چون که جلوگیری از استفاده اسمشان شوه، چون اسم زیادتر استفاده نشه. از او خاطر میگن که he یا she یا it. اینها he is. او مرد است یا او مذکر است. he is. مخففش میشه he's. او است، او مرد. خانمش میشه she is. مخففش she's. خب بیایم مثالایش کار کنیم. او مرد اونجاست. او مرد در اونجاست. He's there. او مرد در اونجاست. He is there. او خانم خوشحال است. She's happy. او خانم خوشحال است. او خانم قد کوتاه است. She's short. short قد کوتاه دوست عزیز. او مرد قد بلند نیست. He's not tall. او مرد قد بلند نیست. He's not tall. مثال بعدی. من مریض هستم. I'm sick. من مریض هستم. شما خسته نیستید. You're not tired. شما خسته نیستید. مثال بعدی. او خانم حامله است. She is pregnant. pregnant دوستای عزیز حامله. She is pregnant. او مرد یک دندان پزشک است. He is a dentist. او مرد یک دندان پزشک است. حالا سوالیش بگیم که چه رقم بگیم. همین جمله را تبدیل به سوالی کنیم. میگیم که آیا او مرد دندان پزشک است؟ میگیم که جای he و is را تبدیل میکنیم. is را اول میریم، he را بعدش. Is he a dentist? آیا او مرد دندان پزشک است؟ جوابش میشه Yes he is. بله او است. Yes he is. نه خیر او نیست. No he is not. نه خیر او نیست. آیا او یک خانم خانه‌دار است؟ Is she a housewife? آیا او یک خانم خانه‌دار است؟
Yes, she is. Yes, she is. بله او است. No, she is not. No, she is not. نه خیر او نیست. علی یک دکاندار است. علی یک دکاندار است. Ali is a shopkeeper. Ali is a shopkeeper. علی یک دکاندار است. او دهقان نیست. او مرد دهقان نیست. He is not a farmer. He is not a farmer. مریم دانش آموز است. او یک معلم نیست. مریم یک دانش آموز است. او یک معلم نیست. خب بریم که مثال را ببینیم به انگلیسی چی میگن. مریم is a student. She is not a teacher. مریم is a student. She is not a teacher. دوستای عزیز در جمله دوم به جای مریم she is استفاده کردیم چون که اسم تکرار نشه به خاطر از او she is استفاده کردیم. مریم is a student. She is not a teacher. مریم یک دانش آموز است و یک معلم نیست. حالا بیایم دوستای عزیز چند تا کلمه دیگر را یاد بگیریم. مثلا میگین پدر من. My father. My father. پدر من. My father. پدر تو. پدر شما. Your father. Your father. پدر شما. قلم من. My pen. My pen. قلم من. قلم شما. Your pen. Your pen. قلم شما. حالا بیایم دوستای عزیز اینا رو در جمله استعمال کنیم که چه رقم است. پدر من دکتر است. پدر من دکتر است. میگیم که My father is a doctor. My father is a doctor. پدر من یک دکتر است. خواهر تو خواننده است یا آوازخوان است. Your sister is a singer. Your sister is a singer. خواهر تو یک خواننده است یا آوازخوان. برادر تو سختکوش نیست. Your brother is not hardworking. Your brother is not hardworking. برادر تو سختکوش نیست. او برادر من است. او برادر من است. میگیم که He is my brother. He is my brother. او برادر من است. He is my brother. رویا خواهر تو است. رویا خواهر تو است. رویا is your sister. رویا is your sister. رویا خواهر تو است. خواهر چند ساله است. خواهر چند ساله است. میگیم که How old is your sister? How old is your sister? خواهر چند ساله است. میگیم که او 28 ساله است. She is 28 years old. She is 28 years old. اگر کوتاه کنیم جمله رو میگیم که She is 28. She is 28. او 28 ساله است. خب مثال بعدی میگیم که پدرت چند ساله است. پدرت چند ساله است. How old is your father? How old is your father? پدرت چند ساله است. برادرت چند ساله است. How old is your brother? How old is your brother? How old is your brother? برادرت چند ساله است. مثال بعدی میگن که من 20 ساله نیستم. I'm not 20. I'm not 20. اگه جمله رو درست‌تر کنیم میگیم که I'm not 20 years old. I'm not 20 years old.
من 20 ساله نیستم. حالا بیایم دوستای عزیز پرسان کنیم که اسم شما چی است. میگیم که What's your name? What's your name? اسم شما چیست؟ What's your name? اسم من احمد است. My name is Ahmad. My name is Ahmad. اسم من احمد است. اسم پدرت چی است؟ What is your father name? What is your father name? اسم پدرت چی است؟ مثلا میگیم اسم پدرم حسن است. My father name is Hassan. My father name is Hassan. حالا بیایید دوستای عزیز پرسان کنیم که از کجا هستی؟ از کدام کشور هستی؟ Where are you from? Where are you from? اهل کجا هستی؟ از کجا هستی؟ جوابش میشه مثلا I am from Afghanistan. I am from Afghanistan. من از افغانستان هستم. I am from Afghanistan. خب دوستای عزیز اینم بود ویدیو امروز ما و تشکر از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین و تا ویدیوی بعد الله نگهدارتان. Goodbye guys.